برای اینکه بدونین این نان روغنی پیازی رو چجوری پختم با من همراه بشین. من حدود 1 هفته پیش روغن دنبه باز کردم که لینک اونو براتون همین بالا میذارم و پیاز اونو فریز کردم. این پیازیه که توی دنبه ریخته بودم برای تمدهی به روغن دنبه. حالا 1 ساعت قبل از فریزر خارجش کردم و اونو توی غذاساز میریزم تا پوره کنم و بتونم از اون برای پخت نان استفاده کنم. این دونه های ریزی که روی پیاز ها میبینین روغن دنبه است. به دلیل اینکه من پیاز رو فریزش کردم 1 هفته پیش، روغنی که روی اون بوده ماسیده و به این شکل در اومده. حالا اونو توی غذاساز پورش میکنم و بعد توی یه ظرف میریزم و روی اون زردچوبه و نمک اضافه میکنم. مقدار زردچوبه و نمک به دلخواه. نیازی به اضافه کردن روغن نیست. این خمیر رو قبلا آماده کردم، 1 ساعت استراحت کرده و آماده استفاده است. لینک درست کردن خمیر رو براتون همین بالا میذارم. این به اندازه 4 چونه نانوایی هست، یعنی شما میتونین از نانوایی خمیر تهیه کنین 4 چونه برای این مقدار، برای 3 الی 4 پیازی که توی روغن داشتیم. تمام پیاز پوره شده رو اضافه میکنم به خمیر و حدود 1 ربع طول میکشه تا من بتونم این پیاز رو با خمیر مخلوط کنم. هم خوب ورز میخوره، هم این که کاملا مخلوطش میشه. همونطور که قبلا هم گفتم به هیچ عنوان خمیر رو چنگ نزنین، فقط خمیر رو روی خمیر برگردونین و مشت بدین. ته قالب رو چرب میکنم، دیواره قالب رو هم چرب میکنم و بعد خمیر رو که یه مقداری به واسطه پیاز و روغن شل شد داخل قالب میریزم. روی اونو یه مقداری صاف میکنم. برای بار دوم روی اون نایلون میکشم و برای نیم ساعت استراحت میدم و بعد اونو توی فری که از قبل گرم کردم با 180 درجه سانتیگراد برای مدت 30 تا 35 دقیقه میذارم تا بپزه و آماده بشه. حالا بعد از 35 دقیقه نان آماده شده. برای اینکه نرم و لطیف بمونه تا سرد شدن روی اونو با یه حوله آشپزخونه میپوشونم و بعد اونو از توی قالب در میارم. ابتدا دور اونو باز میکنم و بعد نان رو از قالب خارج میکنم. این میتونه یه تنوعی باشه برای اونایی که نان زیاد استفاده میکنن. یه نان خوشمزه و خوب با پیاز پخته شده در روغن. همینطور که گفتم اول ویدیو لینک باز کردن روغن دنبه رو براتون میذارم که ببینین این پیاز به چه شکلی به دست اومده. این نان رو میتونین مثل نانهای دیگه در تابه و روی اجاق گاز بپزین. اگر نخواستین که توی فر بپزین. ببینین یه نان اسفنجی لطیف و نرم. بفرمایید نوش جان. دوستان خدا نگهدارتون.